بیا بر تار جان بنواز نوای شادی را از نو. به ملک دل بیاور راز صفای شادی را از نو. به قصد غصه و اندوه به بال آرزوی خیش بیاور عشق را پرواز هوای شادی را از نو. به جز اندوه کار نیست دلی غم دیده را از عشق. طبیبی ما بکن آغاز دوای شادی را از نو. تو می آیی ز شوق مهر تمنا پیش آورده. ببخشم جلوه با ناز ادای شادی را از نو. بیا جان هدیه کن لبخند که در سودای عمر خیش ثریا تا شناسد باز بهای شادی را از نو. ثریا حکیموه ماه می سال 1980 در دهه جهانزیب ناحیه کانی بادام به دنیا آمده است. او ختم کرده شعبه ژورنالیستیکا و نظریه ترجمه فاکولته سخنشناسی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف است. با راهبری پروفسور مطلوب خوجایوه در موضوع جنبه اجتماعی در شعر معاصر تاجیکی به کار تحقیق آغاز بخشیده در همین رشته رساله نامزدی خیش را دفاع کرده است. ثریا حکیموه عین زمان چون استاد کافدره ژورنالیستیکا و نظریه ترجمه دانشگاه همزمان جانشین سرمحرر روزنامه ولایتی حقیقت سوخت فعالیت میبرد. سال 2010 نخستین مجموعه اشعارش با نام دریچه امید نشر شده است. او اعضای اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، گیرنده جایزه کمیته جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای پیشبرد ساحه ادبیات و روزنامه‌نگاری، برنده جایزه اتفاق نویسندگان تاجیکستان پدیده، دارنده نشان علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان است. کتاب والس سفید آفتاب مجموع شعرهای سالهای اخیر ایجاد نموده ثریا را در بر گرفته مؤلف در قالب‌های گوناگون شعر از محبت، عشق و صمیمیت انسانی سخن میگوید. شاعره خلقی تاجیکستان فرزانه در معرفی شخصیت و شعر ثریا اظهار می‌دارند که وسعت دل مصفا و منیر او را فقط یک سلطان ضبط کرده است: محبت. و همین محبت در این قلمرو زیبایی به حد سلطنت دارد که تمام مفهوم‌های دیگر را اجازه ورود نمی‌دهد. غش و غبار را، ریا و مکر و کینه و دشمنی را. امیدواریم که ثریا این گلبانوی قلمرو صباحت با توشه عظیم روحانی باز هم به دلهای ما سفر می کند و بر حافظه فراموش پذیر ما دیگر باره مفاهیم شریف را باز می خواند: عشق را، بهار را، مهربانی را. برای من شعر یک معنی زندگی است. با شعر زندگی میکنم، با شعر تمام زیبایی های حیات میخواهم ببینم و واقعا هم همیشه در هر لحظه، هم لحظه شادی هم لحظه غم، از شعر مدد جستم و همیشه در انتظار شعر هستم و کوششی
مجبوری و بدون لحظه الهام نوشتن شعر هیچ وقت نکردم، اما واقعا هم شعر و به خصوص غزل برای من وفادار است. همیشه به سراغ من می آید، به مدد من می آید و این انتظاره های من بر عبث نمیگذرد و همه اندیشه پرواز الهام ما در با حضور غزل زیبا می شود و در یکی از غزل هایم گفتم که اندیشه پرواز بلند هوس ما، مرغی است که الهام دهد هر نفس ما. چون بال کشاید همه دم عاشق پرواز، تنگ است تمنای ورا این قفس ما. سر بر قفس سینه دل می زند این عشق، سر بر قفس سینه دل می زند این عشق. از عقل مگو نیست چو فریاد رسی ما. گفتم که چه دیدی به سما خانه خورشید، گفتم که چه دیدی به سما خانه خورشید. بنشین به سرایت که همین دست رسی ما. خندیده به من عشق، هوس، کوشش و غیرت، گفتند که خاموش بیا تو ز پسی ما. بر گوش کران هیچ مخوان حرف محبت، بر سوی فلک هست دوام این جرس ما. همیشه کوشش کردم که چیزی بگویم که تکرار هزار ساله ها نباشد، اما خیلی دشوار است و در این راه، این تکاپو و این کوشش های من امید میکنم که بیهوده نیست و من ذره باشد هم میتوانم برای آیندگان سخنی گفته باشم. می شود اندیشه نغز تو را، می شود اندیشه نغز تو را از دل پرشور خود بیرون کنم. در میان آتش پرسوز عشق تا به کی این سینه را داغون کنم. می شود گیرم زیادت تایم اوت، می شود گیرم زیادت تایم اوت تا بی آسایم ز جبر لحظه ها، تا بدانم زندگی بی تو چی است، تا کنم پیدا من از تو خویش را. می شود پرسم ز فند چشم ها، بی وفا بودم به او آموخت کی، تا بسوزم گرم و خاکستر شوم با جدایی آتش افروخت کی. می شود پرسم ز تو بار دیگر، می شود پرسم ز تو بار دیگر، زندگی را هست پردایش گمان، بر چه کار آید غرور ناضرور، تو همین حالا کنار من بمان. ای غرورم بنده آزاد شو، سر بلندی با سما همزاد شو. ای خموشی در گلو بنشسته ای، رحم کن بر جان من فریاد شو. ای دلم تا کی شکستن ریختن، مرد شو بار دیگر بنیاد شو. بارها بشکسته ای قصر عشق، بارها بشکسته ای قصر عشق، دل اجازت گردهد بنیاد شو. ای رهی بخت سعادت آرزو، ای رهی بخت سعادت آرزو، با توکل با نجات امداد شو. ننگ من ناموس را دستی بگیر، ننگ من ناموس را دستی بگیر، چون ثریا نام پر ارشاد شو. انگیزه دنیای تمناست دل ما، یک دختر شوریده و برناست دل ما. حیرت زده گشته من و عقل کنارش، این صبح چو یک مسئله آراست دل ما. گفتم که نباشد به تو از قهر نجاتی، با طعنه و با جهل چو برخاست دل ما. گفتا که مرا گوش بکن عقل که یک را،
یا گفته من یا که بلاهاست دل ما. دانم که به بالای همه عشق جنون است، پایان به همه کار که لیلاست دل ما. با فلسفه و منطق و اندیشه مردم این عقل نفهمید چی میخواست دل ما. من میمورم و صدقه ناترس شدنهاش، چون شیره که بیباک ثریاست دل ما. بسیار موردها به سوال میکنند که در ایجادیات من اکثر مورد در این ترنم و وصف عشق بیشتر است و اما واقعا با درستی این اندیشه در برابر آن که از وصف و محبت به وطن میگوییم و از زندگی و مادر و از اجتماع، واقعا هم چون عشق زندگی اصلی ما را رنگین می سازد، وصف عشق همیشه در مد اول در ایجادیات من قرار دارد، برای آن که بدون زندگی را بدون محبت تصور کردن غیر امکان است و من می خواهم که با ترنم و وصف نمودن محبت بیالایش انسان و محبت صمیمی انا همین هستی عشق و بودنش در زندگی به دیگران باور بخشم که واقعا هم می شود که با توسط عشق یک زندگی واقعا هم زیبا و زندگی خاطرمان بنیاد کرد، چون که سعادت هر کس در دست خودش است و در یک کوتاه خودم هم گفتم که خوشبختم از زمانی که دانستم سعادت من جز دست خودم به دست کسی نیست. یعنی سعادت و خوشبختی هر کدام ما در دست ما است. چگونه زندگی را میبینیم، این صبح را چگونه استقبال میگیریم، همان گونه ما زندگی میکنیم. مثلا گیریم از باریدن همین باران هم صبح وقتی که میخیزیم از باریدن باران هم باید شادی کنیم. این هم یک نعمت پروردگار است که دلهای منور میکند. نه بسته از آن که بارشات مثلا گیریم بسیاری ها میگویند که از همین آب و هوای بارانی دلشان میگیرد، اما از همین هم باید خوبی باید دید. یعنی همه چی را، همه زندگی را باید از نگاه نیک اگر نگاه کنیم، اون وقت ما سعادت خودمون پیدا میکنیم، آرامش خودمون پیدا میکنیم. آرامش ما در خود ماست، در اندیشه ما، ذهن ماست. حتی همین وقتی که یک نفر میگوید که بیمار است، همون بیماری هم در ذهن او قرار دارد، یعنی که ذهن بیمار است. وقتی که ما ذهن خودمون تربیت میکنیم، ذهنمون به زیبا پرستی آماده میکنیم و زیبا پرست میکنیم، ما بدی ها رو دیده نمیتوانیم. برای چی شاعران همیشه از صلح، از دوستی میگویند؟ برای آن که در ذهن این نفران جز محبت چیز دیگری نیست. و واقعا وقتی که این حالتهای روحی، شخصیت‌های حساس، ما ایجادکاران خیلی حساس هستیم، خیلی بستگی دارد به واقعیت زندگی. مثلا سرودن همین آواز همین کبوتر هم یا آواز همین موسیقی که امروز ما میشنویم، همین لحظه باید به ما شور شوق زندگی دهد. شور شوق زندگی چطور؟ مثلا گریم یک پرنده اینقدر از باریدن باران شادحالی میکند، یک انسانی که تن صحت و خاطر جمع دارد چرا باید که زندگیش که خیلی کوتاه است به حد یک چشمک زدن است، یعنی که چون اشک سر میژگان بار است میگه بزرگوار بدل، و چرا ما همین یک لحظه خودمون خوش و خرم با شکرگزاری استقبال نگیریم و ما اون لحظه خوشبخت میشویم که به خودمان اجازت خوشبخت بودن را داده توانیم. یعنی به خود اجازت دادن، به خود اجازت خوشحال بودن، اجازت اندیشه نکردن، اجازت دوست داشتن را دادن، این خودش سعادت زندگی است که گفتم اجازت هست تا من غرق گردم. اجازت هست تا من غرق گردم به دریای دو چشمی آبی تو.
کند روشن شبانی تار ما را درخش خنده مهتابی تو. اجازت هست در باغ تخیل گل سرخ محبت سبز سازم، ز عطر لاله های یاد رنگین سپید و هم گلابی باد نازم. اجازت هست تا در بند این شعر دوزه حرف زی جنس شکر آرم. اجازت هست تا در بند این شعر دو سه حرف زی جنس شکر آرم. عسل؟ نه، از این بالاتری هست. بسا شیرین تو را من دوست دارم. بهار آگنده شد زین حرف شادی، چه سیب سرخ خوبانی است رازم. چه شفتالوست شفشفهای ما را، اجازت هست بر تو عشق بازم. اجازت هست بر تو عشق بازم. در اجازت من جایگاه مخصوص شعرهای سپید کوتاه دارند که مثلا گیریم امروز در ادبیات ما نسبتاً تازه است، نسبتاً نو ورود شده ایستاده است که سرچشمه میگیرد از هایکوهای یابانی، اما این هایکو نیست. اون چیزی که من ایجاد میکنم و در مورد کوتاه های سپید این هایکو نیست، اما یک چیز میان شعر سپید هایکو است. یعنی اگر هم شعر سپید کوتاه گوییم تا اندازه درست می آید و هدف اصلی من هم از همین است که وقتی با ایجادات شعرای زنی جهان آشنا شدن، جهانی معاصر، امروز همیشه انسان ها شاعرها بر این اندیشند که دیگرها چی میگویند در جهان معاصر و همیشه سوال من هم همین بود و بسیار میخواستم که بدانم زنهای جهان، زنهای شاعر جهان، ایجادکار زن در جهان چی میگویند و امروز چی گفته ایستادند. به همین خاطر با جستجوهای زیاد ترجمه بسیار شعرهای شاعرای زنان که به فارسی ترجمه شدن پیدا کردم و آشنایی پیدا کردم و مشاهده کردم که امروز در جهان شعر معاصر جهانی خیلی کوتاه میگویند و بیشتر حتی اگر به همزبانان ما هم به غزلهاشون نگاه کنیم، امروز غزلهاشون 3 یا 4 بیت در بر میگیرد. اما این معنی اون ندارد که ما از غزلهای دراز گفتن دست بکشیم، اما در هر جاده سنجیدن و در هر جاده ایجاد کردن این خاص ایجادکار است و شعر کوتاه گفتن نسبت غزل گفتن دشوارتر است، برای چون که در 3 مصرع یا 3 حرف 4 حرف ما بیان کرده اینقدر اندیشه بلند بیان کردن ما خیلی دشوار است. من وقتی که میگوییم که میروم یک دوشنبه یاد شیرین در بغل، تو سمرقند منی از من نی. در اینجا ما یک جهان صداقت زن باید انعکاس کنیم بگوییم و وقتی که همین کوتاه میخوانیم میروم یک دوشنبه یاد شیرین در بغل، تو سمرقند منی از من نی، باید که همه کلمه حتی یک حرف باید که در همین کوتاه اضافه نباشد، زیاد نباشد. وقتی که سالهای 2010 استاد احمد جان رحمتزاد نوشته های من توجه کردن و جلب کردن و اولین گفتهشان همین بود که شعرهای سپیدی که میگویید بسیار دلنوازند و شعرهای سپیدتان تازگی های بسیار دارد و در جاده گفتن شعر سپید موفق هستید. و وقتی که سال 2012 در انجمن ادیبان جوان در شهر دوشنبه اشتراک داشتیم، استادان گلنظر کلدی، شادروان، کمال نصرالله هم به سپیدهای ما بهای خوب داده بودند و گفته بودند که در همین جاده باید که تلاش‌های بیشتر کنم و سپیدهای کوتاه در گفتنش و در موقع یافتنش در ادبیات معاصر در خدمت کنم، یعنی که تلاش ورزم. و واقعا
در این جاده کوشش های شاگردانه دارم تا کجا موفق شدم. خواننده ها بها میدن و خواننده ها بها گذاری خواهند کرد. ما همیشه در انتظار فرداییم که امروز می شود. ما همیشه در انتظار فرداییم که امروز می شود. در جستجوی راه ترسم از گم شدن است، در خود از بیخودی. زیباترین شعر ز لب‌های من بوسه است به دست‌های تو مادر. پدرم میگوید بلبل در باغ نباشد عیب زاغ نیست. قرقر زاغ خوش نآمد بلبل بشم. وقتی یاد تو را به شعر میریزم مصرع‌ها پر میشوند از شادی. عشق تو درد مرا شاعر کرد، عشق تو درد مرا شاعر کرد و خودم را بدنام. پایان آسمان کجاست تا بروم سراغ بادبرک های بچگی؟ پرپرک های گم شده دلشان به دست های من تنگ شده است. اگر انقلاب را در سکوت من ندیدی، اگر انقلاب را در سکوت من ندیدی، پس در تظاهر به هنرم یا تو با هنرمندی خونسردی، یا تو با هنرمندی خونسردی. بیا ورز کنیم، بیا ورز کنیم در آسمان لبخند. من پیراهن آفتاب را ببر کردم. گریه کردن برای دیروز کار من نیست، گریه کردن برای دیروز کار من نیست. من برای آینده میخندم. فقط از آن من شوی چی می شود؟ تو جان جان من شوی چی می شود؟ 1001 شب است راز عشق را، تو داستان من شوی چی می شود؟ در این جهان که نیست مهر و عاقبت، تو مهربان من شوی چی می شود؟ همیشه گفتم که آفتاب من، تو آسمان من شوی چی می شود؟ جواب این سؤال را نمی دهی. فقط از آن من شوی چی می شود؟ فقط از آن من شوی چی می شود؟ با دو بال عشق در پرواز زن، دلبر آزاده و طناز زن، در نبرد زندگی مردانوار، با صداقت قهرمان سرباز زن. اوست پایان همه غمهای عمر، صبح امید تو را آغاز زن. می کند مفتون خود با یک نگاه، رمز و اسرار و هزاران راز زن. در وفاداری نمود اعتماد، کیست غیری زن؟ بله اون باز زن. جز محبت قهر او معنی مکن، جز محبت قهر او معنی مکن. هست معنی دیگر برناز زن. شاعرا جز وصف مهرویان مگو، واژه واژه عشق را اعجاز زن. گفتا که ثریا تو عجب شوخ و بلاده، گفتا که ثریا تو عجب شوخ و بلاده. گفتم که همه شوق ز چشمان شماده. پرسید چرا پس تو ز پیشم بگریزی؟ گفتم که نباشد گناهم عیب حیاده. گفتا که تو را شاه سمرقند بگویم، گفتم چه عجب حرف کی را باز مرا ده. گفتا که تو گه ناز کنی گه بگریزی، گفتا که تو گه ناز کنی گه بگریزی. این ناز پدر رحمت ما آب و هوا ده.
گفتا که ستمکاری تو مرز ندارد. هی هی به دهانت بنگر حرف خطا ده. گفتا که گهی قهر توی زهر عسل ریز. بر نیش زبان نوش لبان چیست؟ تواده. گفتا که بیا یا که برم خیش به نزدت. پرسیده چرا می نشینی؟ خیز بیاده. از واژه هایی که بسیار در نوشته های به چشم میخورم در برابر آن که در مورد مادر و پدر هست، از واژه های دوست داشتنی بسیار دارم. مثلا کلمه نقص، واژه کلمه نقص را خیلی نقص میبینم و انا همین واژه در نوشته من کلمه نقص، کلمه واقعا هم تاجیکی نقص بسیار دچار میباید. عشق، محبت. و در آغاز ایجادیات بسیاری هم میگفتند خواننده ها و متخصص ادبیات شناس که یأس و ناامیدی زیاد است و اصلا شعر مال درد است، از درد شعر میروید. بنابراین هم از همین درد بسیار شدنش هم شاید دردهای زیاد یک نفر ایجادکار برای موفق شدن تکان میدهد. ولی امروز من بعد از آن که معنی واقعیت زیستن، زندگی کردن و زیستن درک نمودم، بسیار فهمیدم که باید که نابست از آن که زندگی به ما چه هدیه ها دارد، چه خوب و چه بد، ما باید زندگی کنیم. بهترین هدیه خداوند برای ما زندگی است، نفس کشیدن است. ما باید شکر کنیم و سپاس گوییم. ما در سر زانویت خماری شدم، یک نسخه اصل انتظاری شدم، تا دولت دیدنت نصیبم بکند، باشنده شهر انتظاری شدم. خودش انتظار بودن، انتظار شدن، این زندگی ما زیبا میکند. در جای خوانده بودم که نیا که انتظار آمدت شیرین ترین بهانه برای زیستن است. یعنی که نیا، همون انتظار اینقدر شیرین است که تو نیا میگوید. و همین انتظار دیدار مادر هم یک جهان لذت و شیرینی دارد که ما باید از همین لذت های هم بهره برداریم. ای دوست بیا دست دعا باز کنیم، رو جانب سلطان جهان راز کنیم. مادر که چراغ روشنی منزل ماست، بر عمر درازش طلب آغاز کنیم. هر جا باشند مادران زنده و سلامت باشند، عمرشان دراز باشد، از این بالاتر سعادت نیست. در نوشته هایم همزمان خیلی میخواهم که غرور زنانه را، غرور زنها، میدانید وقتی که در آغاز ایجادیات قرار داشتم چند ادبیات شناس به من گفتن که سریا ادبیات ما میدانید چی نمیرسد؟ شعر زنانه نمیرسد. شعری که وقتی که میخوانی بگویی که این غزله یک زن گفته است، یعنی نزاکت، لطافت، محبت، صمیمیت و پیش از همه غرور زنانه در شعر تاجیکی ما باید که دوباره زنده شود و خواننده که میخواند، مرد همان غزل باید خوانده نتواند وقتی که زن غزل می نویسد. یعنی که درد زنهای نیکاز کردن لازم است. و وقتی که من غزل‌های شعرهای ترجمه میکنم از زبان روسی به تاجیکی، یگان شاعر مرد نوشتهش ترجمه نکردم، برای آن که دردهای مردها به مردها نزدیکترند، دردهای زنها برای زنها خیلی نزدیکترند. برای همین هم همیشه وقتی که من ترجمه میکنم از زن انتخاب میکنم. این به وی گندری یگان علاقمندی ندارد، برای آن که واقعا برابر حقوقی زن و مرد یک جاست، اما دردها مشترکند برای زنها. نوبستند که به کدام زبان زن حرف میزند، با کدام زبان شعر میگویند، دردهامان مشترک است، پیوندهامان مشترک است و
برای یک مادر تاجیک و یا یک مادر ازبک، یک مادر روس یا یک مادر انگلیس، فرزندش همان گونه عزیز و مقدس است و این دردها را از همدیگر جدا کردن یا که محبت‌های از همدیگر فرق کردن امکان ندارد. و همین خیلی غرور زنانه در یک غزل هم گفتن که ما دلبر و دلدار کسی هیچ نبودیم، آره به خدا یار کسی هیچ نبودیم. ما را همدم غصه و اندوه بدادند، ما در پی آزار کسی هیچ نبودیم. جز مهر ندیدند در آغوش من، اما گفتند که غمخوار کسی هیچ نبودیم. ما نان کسی را نشکستیم بدونیم، چون چشم به بازار کسی هیچ نبودیم. مردیم اگر چند که در پای محبت، این را تو بدان زار کسی هیچ نبودیم. این را تو بدان زار کسی هیچ نبودیم. هرچند هنر دارم و اقرار نکردم، ما در پی این کار کسی هیچ نبودیم. شعر نبض زندگی است، نبض روز است و برای چی این از ازل همین خیلی بود که چگونگی وضع اجتماعی جامعه و به چگونه و چی گفتن شاعر تاثیر میگذارد. این وضع جامعه ما چگونه باشد، شعر همون جامعه همون زمان همون گونه رنگ میگیرد از چگونگی وضع جامعه. مثلا گیریم اگر و سالهای جنگ بزرگ وطنی به ایجادات شاعران همون مرحله توجه کنیم، 80% شعرها از افتخار وطنداری، از جنگ، از دعوت به صلح و افتخار از قهرمانی های فرزندان فرزانه بود. یعنی که همون وضع اجتماعی به شعر ورود می یابد و امروز هم همین گونه است که وضع اجتماعی چگونه است، حالت روحی شاعر چخیل است، شعر هم همون گونه می شد. مثلا گیریم هیچ وقت یگان شاعر نمی تواند که وقتی که مثلا گیریم جشن نوروز، در شب و روز جشن نوروز اگر به شبکه‌های اجتماعی نظر کنید، به صحیفه‌های شاعران نظر کنید، به صحیفه‌های روزنامه و مطبوعات تلویزیون نظر کنید، لگ اندر لگ سروده ها، ترانه ها، دو بیت های نوروزی به چشم میگیریم. اینم حالت روحی همون زمان، وضع زمان است. یعنی که شعر پیوند به زندگی است، زندگی شعر است، نبض روز است، نبض زندگی در شعر تجسم می‌یابد. مثلا گریم امروز روز بارانی است، من مطمئنم اگر حاضر صحفه‌های اجتماعی شاعران صحفه‌هایشون در جهان اینترنت باز کنیم، ما خیلی سروده های شاعران به وصف باران میبینیم که برگرفته از همین الهام همین صبح هست. یعنی که حتی همین آب و هوا، باد و هوا، باران هم به چی گفتن شاعر در همین روز تاثیر میکنه، چی رسد به اون وضع دشوار و یا که حالت های روحی زمانی که خود از خود نقش خودش میگذاره. سلام، سراغ عشق آمدم، نمیدانید کجاست محبت؟ دیر از خوشبختی را می جویم، در کوچه، بازار، جای کار، در محفل های بیشمار، در نگاه پیرمردی که بند زندگی است با گیر و دار. نه، نمی یابم. چند از سوالهای ذهنم را آرام نمی گذارد. راستی آیا انسان از عشق ورزیدن به زندگی خسته شد؟ چرا او دیگر از درد روزگار پناه نمی برد به بال محبت؟ چرا با این سادگی کوتاه‌ترین فاصله بودن را دشوار می کند؟ آیا شما نمی دانید چطور پول، مال، ثروت، سولت جای عشق را
استغفر الله حتی جای خدا را میان ما گرفت. ما با جام‌های خالی دل جامی پر از شراب را بالا میبریم و برای سلامتی می نوشیم. اما نمیدانیم همان سانه که از قله‌های بلند می اندیشیم در حال فنا شدنیم. دیروز در سری کوچه دعوا داشتند زن و شوهره. دیروز در سری کوچه دعوا داشتند زن و شوهره. زن با قهر می رفت و به زندگی و طالعش دشنام می فرستاد. ولی نمی دانست که در این جهان هزاران زنانی که عزیزانشان را چنگال مرگ ربوده است در آرزوی چنین یک جنگند. آخر آنها برای صلح بستند، عذر خواستند، دوست داشتند، بهانه زیبا دارند، زنده اند. آخر من آن روز درک کردم خوشبختی جای نرفته است. ما انسان ها دنبال هوس های دنیا به خاطر خانه قصرهای برهوا، ماشینی بی همتا، به خاطر تلفن زیبا که خاطره زیاد دارد فراموش کرده ایم سیمای خوشبختی را. آخر چرا نمی بینیم مادر برای کودک بیمار گهوارش از داروخانه یک ظرف خوشبختی می خرد با طعم افلیسون. جوان معیوب خوشبختی را زیر بغل می گیرد و قدم می زند اولین بار. و جوگی دختر نیز با اصرار یک تنگه خوشبختی تولا می کند. همین طور نی؟ شاید تو بگویی مصیبت ساده نیست وقتی در جواب آموزش خونت در مقابل واژه سرطان علامت جمع می بینی. بله ساده نیست، ولی علامت جمع است. خط بطلان که نیست. وقتی خدا هست ناامیدی چرا؟ فاصله از ما تا به گوش خدا دست التجاست با کف دعا. فقط دعاست، دعاست، دعا. مرگ با ما به دنیا می آید و همان روزی که از گذرگاه ستارگان عبور می کنیم و از تنگنای زمان به جاویدان پیوند می شویم مرگ می میرد. و در این فرصت ما حق نداریم عشق را، خوشبختی را، امید را فراموش سازیم. ما خدا داریم، دست دعا داریم. در یونسکو قرار تجلیل 700 سالگی کمال خوجندی برآمد. برای ما تاجیکان واقعا هم باعث سعادت و افتخار بود و بعد از در همین لحظه ها من همچون یک نفر ایجادکار به خودم سوال دادم که من همچون یک نفر ایجادکار که در جاده سخن قدم فرسایی میکند به همین جشن چه هدیه میتوانم برای خودم و برای خوانندگان آورده باشم. و از این پیش به یک چند غزل استاد کمال خوجندی مخمس بسته بودم و خودم همیشه قرار با آمدم که در همین شب و روزهای جشنی هر شب یک غزل استاد کمال خوجندی و مخمس میبندم. هم برای خودم تکمیل مییابم، رشد میکنم، یعنی درس میگیرم از استاد کمال خوجندی و هم برای هدیه جشنی یک ارغمان خوب خواهد بود مخمس ها بر غزل کمال خوجندی و میخواهم از یک مخمس برای شما پیشنهاد کنم. دلی ما عاشق شیداست گفتم، دلی سنگی تو از خاراست گفتم، حدیثی قصه را کی هاست گفتم، تو را بر دیده ای من جاست گفتم، که این جوی تو سرو راست گفتم. تو تیغ ابروی خود کرده ای راست، نگاهت از نگاهی من چی میخواست؟ دو چشمت سوی من هم نغمه آراست، لبت گفت از تو ام جان است درخواست، مرا از توست این درخواست گفتم. چه سهل و ساده دل را می ربایی، چه سهل و ساده دل را می ربایی، تو بند مشکلم
آسان کشایی. چی میلی خیش پنهان می نمایی. دهانت بر دلم گفتا کجایی. که پیدا نیستی پیداست گفتم. قرار دل بود در بیقراری. عجب لذت بود در انتظاری. تو را عزم است گر در کار یاری. دلت کو گفت تا با من سپاری. اگر دل نیست جان بر جاست گفتم. تو عقلی یاد ما هم برده جفت. تو عقل و یاد ما هم برده جفت. دلی ما را دیگر صاحب شدی مفت. ز هجرانت چگونه می توان خفت. به تنهایی به سر چون می بری گفت. خیالت روز شب با ماست گفتم. چه پروای اگر تنهاست مهتاب. چه پروای اگر تنهاست مهتاب. شمار اختران یابم تو دریاب. ز عشق تو شرف یابم شرف یاب. ز من پرسید هرگز می کنی خواب. نکردم این گناه شب هاست گفتم. محبت نامه را گر نیست پایان. به 3 نقطه گذارم جمع هجران. ثریا را غم تو کرد سرسان. کمال این درد را گفتی چه درمان. نمیدانم خدا داناست گفتم. نمیدانم خدا داناست گفتم. به اندیشه من شاعر باید همیشه خواند. مثلا بسیار وقت سوال میتین که شما کدام شاعرهای میخونید. من همه را میخونم. چی جوان، چی استاد، چی بزرگان، کلاسیک، ادبیات معاصر، حتی شعرهای نوقلمای میخونم. برای آن که فقط توسط خواندن، توسط باخبر شدن و آگاه شدن که دیگران چی میگویند ما رشد میکنیم. آموختن همیشه اساسی پیشروی آموزش است، دانستن است. و من فکر میکنم که میدونید در یک صحبت وقتی که در یک شاعر ایرانی ما همراه بودیم گفتن که ضعف جوانای امروزان است که کم میخوانند و از آن که مثلا دیگران چی گفته ایستادن خبردار نیستند، نمیتوانند که انهان استعدادی که در باطنشان هست نیست نه هست خیلی خوب است، خیلی استعدادهای زیاد داریم. انهان صیقل استعداد و مهارت خیلی ضرور است و به همین خاطر هم وقتی که با آموزش زبان انگلیسی مشغول شدم که بی‌واسطه با ادبیات انگلیسی هم آنهایی که با زبان انگلیسی می نویسن آگاه شوم و می آگاهی به ادبیات جهان به ما بیشتر امکانیت می دهد که تازه تر و خوبتر و نوتر برای ادبیات تاجیک خدمت کنیم. و من خیلی خوشحالم و سربلندم که مثلا گیریم میان هواداران نوشته هایم بسیار جوان هایم میبینم و امید میکنم که اون تلاش های شاگردانه من برای گفتن یک سخن، یک درد دلی، راز محبت یا که یک حرفی یک زنی تاجیک برایشان پسند میآید و میندار هستم از همین پذیرایی و الهام بخشیدن های دوستان عزیز هواداران کلام. و واقعا هم از چنین یک روز بارانی اتفاق افتادنی ثبت این برنامه هم یک فال نیگه میبینم که پیام سرسبزی است باران، پیام سرسبزی، پیام این تراوت زندگی است، خوشبویی این باد و هوای تازه، این تازه و آزادگی. این لحظه های هم خیلی غنیمت هستند و واقعا در کنار مقبره کمال خجندی که خیلی محبت دارم و واقعا هم باعث سربلندی و افتخار است که چند روز پیش در سری مقبره استاد در شهر تبریز بودیم و واقعا هم وقتی که من به نزد مقبره استاد می‌دارم تمام وجود من لرزه فرا گرفته بود با آن حشمت و با آن سعادتی که با یک همچون یک ایجادکاری که واقعا هم عاشق غزلهایش هست مشرف شد که به دیدار استاد سخن غزل تاجیکان بروم و میخواهم با یک غزل این صحبت خیلی خاطرمانه جنبست کنم. السلام ای جان
تو را پسماند شدم. چرا السلام؟ برای آن که خیر گفتن، از سلام گفتن و با سلام خیر گفتن بهترین امید زندگی برای دیدار نو است. السلام جان تو را پسماند شدم، قهرمان قصه هجران شدم. قطره قطره ریخت ابر نوبهار، بیخبر تو دختر باران شدم. غصه و اندوه در دست فراق، کاسه دور است سرگردان شدم. از پیامک های تو نامد خبر، انتظار زنگ بر تلفن شدم. آمدم در شام تار زندگی، آمدم در شام تار زندگی، شکر گو که اختری تابان شدم. بی‌بها گویند ما را نیم شهر، بی‌بها گویند ما را نیم شهر، از چه در چشمان تو ارزان شدم. تو کلاهت جا بکن در آسمان، تو کلاهت جا بکن در آسمان، ساده و آسان تو را جانان شدم. باز میدانی چرا حیران شدم؟ با بهای عشق تو فرزان شدم.